شورش محمود تارابی بر ضد مغولان استیلاگر از سالهای سیوم عصر 13 سر کرده در بسیار شهرهای تصرف کرده مغولها شورش‌ها سر می‌زد. در بخارا بسیارتر. شورش سال 1238 در بخارا شده گذشت که در تاریخ با نام شورش محمود تارابی مشهور و معمول است. محمود تارابی یکی از پیشوران دهه تارابی بخارا بود. محمود تارابی در کوچه ها شعارهای ضد حکومت مغول‌ها را پهن می‌کرد. حاکمان وقت خواستند او را زود دستگیر کنند، اما نتوانستند. وی با سخنان پرتأثیر خود بسیاری ها را به اطراف خود جمع کرد. روحانیان را مجبور کرد تا او را خلیفه خطاب کنند. او قصر ملک سنجر که در سال 1206 شورش کرده بود قرارگاه خود انتخاب کرد. صدرها با حاکمان مغول مصلحت و تیاری دیده از کرمینه راهی بخارا می شوند. شورشگران مغولانی از کرمینه به بخارا آمده را با قواهای پرتجربه خود به عقب راندند. آنها دشمنان را تا کرمینه راندند. از تیر یک دشمن محمود تارابی به قتل رسید و دوستی وفادار او شمس الدین محبوبی نیز وفات کرد. شورشگران بی سرور ماندند. 20,000 سپاه دشمن به آنها حمله ور شد. در این محاربه های پرتلاطم 20,000 نفر از پیروان محمود تارابی جان خود را از دست دادند. گرچند که در تاریخ شورش محمود تارابی شکست خورد، اما آنها توانستند به مغولان استیلاگر ضربه های هلاکت آور زنند.